چیزی که توی این ویدیو دیدید متال اسپری هست که توی این ویدیو همه چیز رو در موردش میخوایم توضیح بدیم. تا آخر این ویدیو با ما باشید. اول از همه اجازه بدید که یه سری توضیحات توسط استاد علی عزیزمون در مورد دستگاه متال اسپری به شما بدیم، بعد بریم سراغ کاربردش. اوکی هست؟ بزن بریم. خدمتتون ما درس کنم که این گان اصلی متال اسپری است. این گان 3 تا ورودی داره. 2 تا از این ورودی ها گازهای مصرفیشن که این اولی استیلن هست و این اکسیژن. اینا سر نازل ترکیب میشن و باعث ذوب کردن متریال میشن. و این لوله آخر هواه که کمپرسور باد تولید میکنه، اینجا وارد دستگاه میشه برای اون اسپری کردن، پاشش مواد. یکی از ویژگی‌های خیلی خوبی که متال اسپری داره اینه که شما میتونید برنج، مس، آلومینیوم، برنز آلومینیوم، رود، بابیت و خیلی چیزهای دیگر رو روی فلزات پاشش کنید. همونطور که مهندس توضیح دادن، متریال‌های مختلفی توی متال اسپری کاربرد داره و متریال‌ها به صورت سیم هست. الان به عنوان مثال این سیمی که رو دستگاه فولاد فسفر برنز، بابیت آلومینیومه و اینم فولاد کربن. در مورد کاربردهای بیشترش میخوایم توضیح بدیم. اولین کاربرد متال اسپری، ببینید توی صنعت بعضی از قطعات به خاطر آلیاژی بودنشون، مثلا اموچه، VCN یا قطعات سختکاری شده رو نمیشه جوش و تراش کرد. مثلا این روتور کمپرسور رو میبینید جا بولبرینگش خورده شده. من تراشکار بخوام اینو جوش تراش کنم به احتمال 99% میبره. اینو باید با روش متال اسپری ترمیم. دومین کاربردی که توی متال اسپری هست حرارت کنترل شده این روش هست. یعنی قطعه توی حرارت نرمال و استاندارد بازسازی میشه. مثال بخوام براتون بزنم، میلنگا که به روش‌های دیگه بازسازی میشن حرارت بالاست و میپیچه و تاب توش میفته. میان با سنگ زدن کامل میلنگ این تابو میگیرن. اما متال اسپری این قابلیت و مزیت رو داره که شما وقتی فقط یه لنگ مشکل داره، این یه لنگ رو میتونی متال کنی، سنگ بزنی بدون اینکه بپیچه و تابی توی لنگ‌های دیگه بیفته. سومین کاربرد اینه که شما میتونید 2 تا متریال رو با هم دیگه ادغام کنید. حالا چطوری؟ مثلا این قطعه‌ای که دست منه متریالش آهنه اما لایه روش فسفر یا برنج یا مس هست. بعضی از قطعات توی صنعت هستن که نیازه که مغز کار نرم باشه، روی کار سخت باشه. یا مثلا این قطعه‌ای که می‌بینید واسه پمپای CNGه که خود متریال از آهنه، از فولاده، اما یه لایه بابیت روش هست که زمانی که این قطعه خراب بشه فقط با متال اسپری میتونه ترمیم بشه. این کاربرد توی سرسیلندو میشه توضیح داد. وقتی سرسیلند به روش متال اسپری بازسازی میشه، سطح خود سرسیلند آب نمیشه، یعنی کوچکترین آسیبی داره به قطعه نمیرسه. در صورتی که توی روش‌های دیگه مثل جوشکاری وقتی جوش میدن خب داره ادغام میشه و دیگه سرسیلند هیچ وقت اون حالت اولیه بر نخواهد گشت. پنجمین کاربرد، شما میتونید روی چوب، روی پلاستیک پاشش متال اسپری بریزید که توی قطعات نظامی یا قطعات مخابراتی خیلی کاربرد داره. ششمین کاربرد متال اسپری ضد سایش بودنشه. این متریال مولیبدن هستش. بدون سختکاری اضافی، بدون آبکاری اضافی قطعه رو کاملا ضد سایش می‌کنه. به آخر این ویدیو رسیدیم و هدف ما این بود که یه سری اطلاعات در مورد متال اسپری رو به شما یاد بدیم و تشکر میکنم از علی آقا که اجازه دادن وارد کارگاهشون بشیم و این ویدیو رو برای شما ضبط کنیم. منم جالب از شما تشکر کنم که وقت گذاشتید که این مقدار اطلاعات در مورد متال اسپری و همکاران عزیزمون بتونیم انتقال بدیم. تشکر ویژه از شما رو به خدای بزرگ میسپارم.